سلام خدمت تمام دوستا و عزیزا و بینندگان. امیدوار که دارای صحت کامل باشین انشالله. در بخش برنامه هایی که در ارتباط با یوتیوب گفته بودیم کار میکنیم و انشالله یک برنامه بخیر و نشر مسپاریم که یک برنامه خودمون با نشر سپاردیم درباره بعضی حرکت های ابتدایی بوده که در این جلسه کار کردیم و در یوتیوب انداختیم. بعضی دوستا دیدن انشالله که بازم بهترتر ببینن و انشالله لذت ببرن و نظریات خود بتن درباره برنامه. ما در برنامه گفتیم که در هر برنامه خود در هر جلسه که میخوایم یک ویدیو بیاندازیم در یک گپ جدید میپرسیم. مثلا درباره یک مشت کار میکنیم، درباره یک لگد صحبت میکنیم، درباره یک سبمیشن صحبت میکنیم، درباره یک گیره پرتا به هر آن چیزی که هست در رشته که گفته بودیم، مثلا محیطای که بوکسینگ و اینمی. و در جمله همون گپ ها ما امروز آمدیم خواستیم که درباره جاب پنج یا به اصطلاح بوکسرها ضربه گرات یک کم روشنی بیاندازیم، معلومات بدیم، چون زیادتر دوستا وقتی که میگه گرات میگه یک ضربه است دیگه، یک ضربه مستقیم است که میخوره، در صورتی که به 6 شکل میتونیم یا 6 مدل میتونیم ما ضربه جاب پنج کار بکنیم که حالا شروع میکنیم بخیر عملی کارش میکنیم. کم کم دوستا ببینن انشالله اگر کدام مشکل کدام کمی و کاستیش میباشه و بزرگواری بباشن و در بخش کامنت میتونن که نظریات خود بتونن و چیزی که اگر در ذهنشان هست برای ما بگن تا اینکه ما باز جوابشان بدیم انشالله. و همچنان دوستای عزیزا چینل ما را سابسکرایب بکنین، بیننده چینل ما باشین و نظریاتتان قابل قدر است انشالله تا اینکه ببینیم بخیر به این شکل پیش بریم. توکل به خدا شروع میکنیم حرکت‌ها رو کم کم. ما پیش از پیش کنه تمام آمادگی داشتیم برای نرم شویای خود، فقط میریم راستان سر خود ضربات که ضربات ما زیاد چی نشه به حساب گیر وقت ضایع نکنه. و همچنان سلام خدمت دوستای عزیزای ما که در تیک تاک چنل ما رو مشاهده میکنن. همین فعلا سلام برشان برسه انشالله. اونا هم سوالا و جوابای خود بگن، بعد از حرکت ها هم حرکت ها رو مشاهده بکنن و بعد از این باز بخیر میتونیم که به سوالاشون جواب بدیم، چون وعده کرده بودیم که میایم در این میدان دیگه. ما شروع میکنیم انشالله. رشا جان خسته نباشید، حمزه جان خسته نباشید. با دست خالی به خاطر کار میکنیم که دوستا بتونن خوبتر ببینن. دوستا ما گفتیم 6 نوع ضربه جاب داریم، از اون 6 نوع یک تا میریم سر صحبت میکنیم و کار میکنیم. از اون جمله ضربه اول ما که جاب پنج کار میشه به شکل تاچ جاب کار میشه، یعنی شکل اشاره یک تاچ میکنیم دست زودتر میکشه. دوستا وقتی که ما که داریم خود ساده سیم و ضربه تاچ پنج کار میکنیم، تاچ جاب کار میکنیم، ببینید فقط چی میکنیم؟ این کاربرد از چی است دوستا؟ کاربرد اساسی از ضربه ای است زمانی که حریف مقابل ما میخواد که آمادگی خود بگیره و در طرح کردن یک حمله از بالای ما فقط با اینمی ضربه خود فکر و ذهن روی حریف چی میکنیم؟ خراب میسازیم تا ای که حریف ما او آمادگی را که داره و میخواد که سر ما بخواد مثلا حمله خود طرح بکنه و کار بکنه، ما حمله از خراب بکنیم. به هر لحظه که حریف ما مقابل آماده میشه که ما را بخواد سر ما ترکیب یا کامبینیشن کار کنه، ما با یک ضربه تاچ هستیم بزنیم فکری بر هم میرزن، فکری بر هم میرزن، بزنیم فکری بر هم میرزن، بزنیم فکری بر هم میرزن. فقط در فضا یکی دو تا کار میکنیم روی تانه به اون طرف اگر جواب میشه ببین نسبت در بدیم که چی بره بریم فقط دلت گار پوزیشن زنه یک ضربه اشاره میگی خلاص ها. میبینیم فقط بین این شکل کار میشه دوستا. مستقیم یک اشاره میدیم حریف مقابل فکرش بر هم میریزیم، آوازش پرت میسازیم تا اینکه اما حمله را که میخواد در ذهن در مقابل ما طرح ریزی بکنه خراب میشه. بسیار خوب عزیزان. میریم به ضربه دومش که عبارت از ضربه پاور جپ است. پاور جپ دوستا یا همون انفجاری به اصطلاح حال خود ما جپ را که ما میزنیم دوستا ببینید شانه در جایش است. میبینید وقتی ما جپ بزنیم عکس العمل پای میگیره، شانه در جایش است، کدام مشکل خاص نداره، ضربه را میزنیم جمع میکنیم. اما اگر میخوایم پاور جپ بزنیم قدرتی با تماما زور و قدرت خود ما حریفه جپ میزنیم و شانه را که اعلام میکنیم. ببینید دوستا شانه را شما خوب ببینید، قسمت شانه ما کوپانه ببینید، این حالت مستقیم، این حالت عادی است. وقتی که میتونیم ببینید شانه را که کاملا اعلام میکنیم، شکل انفجاری یا پاور جپ میشه که این کدام کاربرد داره دوستا. حریف که ما کار میکنه میبینیم حریف ما زیاد رو به جلو است، رو به جلو کار میکنه و ما رو داره زیر تاثیر خود میبره. ما چی میکنیم؟ پاور جپ مهم نیست که در بادی در صورت بادی یا در صورت بخوره. اگر در گارد حریف هم بخوره، ببینید وقتی در گارد حریف یا در بلاک حریف هم میخوره، ما با این قدرت که ضربه رو میزنیم حریف خود کم از خود دور میسازیم. وقتی حریف از ما دور میشه، گپ دوم یا استپ دوم پاور جپ اینمی است که حریف از خود دور میسازیم. گپ دومش اینمی است که
برای ما وقت پیدا میشه تا که ما بتونیم ترکیب و یا کمبینیشن که میخوایم سر ریف انجام بدیم. مثلا که در ریف خود داریم کار کردن میریم وقتی ما پاور جپا میزنم عریف کم دور شد این اینجا تو عریف میخوای خود جمع بکنه برای ما وقت پیدا میشه میتونیم که کار بکنیم دو سه ضربه دیگه ترکیب بدیم هیچ مشکل دیگه نداره. ببینید یک وقت انداخته ببین یک انداختیم سه یک انداختیم با پاور جپ که عریف دور کردیم میتونیم که حرکتای بعدی رو کدش کار کنیم میتونیم که کم کار کنیم اما دو نفری که داریم ماشاءالله وزنم فرق میکنه و قد اندام سن سالم فرق میکنه تا خیر گپ نیست به مخاطر کار کنیم میتونیم کار کنیم مهم نیست اگه در بدنم کار کنیم فقط در فضا کار میکنیم میتونیم ترکیب کارش کار کنیم بریم ایشان ببینیم مکمل ضربه را اعلام میکنیم با عکس العمل پای کم خود نزدیک میکنیم سر سینه پر سر است منظم ضربه را قدرتی میپرتیم و بعد از اینکه ضربه ما قدرتی میخوره ترکیب هم میکنیم بریم ترکیب کردش یک دو مقبول میتونیم یک دو سه کدش کمبینیشن یا ترکیب بدیم وقت ضربه را قدرتی میزنیم عریف خود از خود دور میکنیم میتونیم وقت پیدا میشه که ما بتونیم ترکیب خودم کار بکنیم خوب است عزیزا میریم سر ضربه سوم عزیزا ضربه سوم و یا مدل سوم ضربه جاب پنجی از دوستا به نام ورتیکال جاب یاد میشه دوستا این یک چیزی که کاملا برای بعضی دوستای ما نو میباشه مثلا وقتی که ما ضربه جاب پنج میزنیم ببینید دست ما یک چرخش کامل میکنه ضربه جاب پنج و دست کم به طرف نشسته پشت دست به طرف بالا میاد و پنجای دست به طرف پایین کاملا با بدن حریف میشه اما ورتیکال جاب که از دوستا دست ما مستقیم به این شکل میبریم ببینید به این شکل دست ما چرخش نداره دست به بغل است کاربردشی از دوستا از بین گاردری ببینین از بین گاردری چی بادیشات چی زر زنخ و چی صورت تعریف ما میتونیم که به این شکل کار کنیم و این به اصطلاح انگلیسیانا یک سرپرایز میشه برای یک گپ بسیار تجربه آور است چون ضربه زیادتر وقت ضربه ورزشکارا کار میکنن ضربه جاب پنج دور میخوره دست یک چرخش داره دست به این شکل مثلا بزن رسول جان ببین دسته که کاملا چش مکمل قسمت سر سکنا و سر مشت میشینه در روی دست در بدن یا صورت یا لاب اما این ببین به این شکل میاد ببین کاملا دست به این شکل است حالا ما میره کار میکنیم عریف و بسیار یک غافل گیرانه وقتی که عریف اندک میبینیم غافل میشه و قسمت داره بین دستایش فاصله داره ما میتونیم راستن دست رد بکنیم راستن دست رد بکنیم به این شکل ضربه میزنیم اما عکس العمل های محرکات های پای اون چیز نرماله که هست این شکل رد میشه دست ایشون دوستان ورتیکال جاب یک بار کارش میکنیم در فضا تو کار میکنیم یا میتونیم که همزمان استارت شوه امضا استارت شد به این قسمت به این شکل استارت شد هم طرف به این قسمت به طرف شد میتونیم کار کنیم بریم از پایین دست ضربه کار کن مقبول عالی عالی ماشاءالله خب کاربردش گفتیم که فقط اینمی است که از بین حالت گارد حریف میتونیم از بین بلاک‌ها حریف ما ضربه بزنیم و تماما سیستم حریف برهم بزنیم میایم سر ضربه سوم بوده ضربه چهارم میایم سر ضربه چهارم عزیزا کوکروس جاب است کوکروس جاب کاملا شکل حمله‌ای و ضد حمله‌ای کار میشه دوستا به شکل کار میشه که ما از روی گارد حریف و یا از روی که وقت حریف زمان که سر ما مشت کار میکنه یا حمله میکنه از روی دست حریف ما ضربه را کار کنیم یا اگر بلاکایش بسته هست طبعا نمیتونه که به این شکل بلاک بسته کنه چون کاملا روش بسته میشه مجبور زیر چشمای خود بگیریم ببینید بازم سر پیشانی سر چشم ابرو خالی است ما میتونیم وقت از اینجا تدریف خود ساده است ببین از سر دست حریف ضربه را بزنیم ببین از سر گاردش از سر گارد چون معمولا دوستا وقت کار میکنه اینجا را میزنه از این بغل میخوای بزنه ما اینو کاملا از سر گارد حریف میاریم از سر گارد سر قسمت دستا بر روی ابرو چشماش ضربه میزنیم و اگر کاملا حمله‌ای و ضد حمله‌ای کار میکنه حالا اگر حریف مرا مثلا ضربه جاب پنج میزنم مثلا به مثال ببین ضربه مرا زده دستش آمده کاملا ببین ما از این حالا چی میکنم از سر دستش رد بردیم کاملا از سر دست اما خالیگاهش دوباره پس بدیم بریم اگر باید دست کار میکنه ببین کاملا از سر دست هم من خودم از صورت دفاع میشم اگر دست حریف برای ما برسه در بادی شاتایم در روی سینه و قسمت ها بخوره اما بازم ضربه ما خطرناکتر میخوره چون در قسمت صورت یا قسمت های فک حریف میخوره پس بازم خطرناک است اگر گارد حریف هم باز براتون تکرار میکنم باشه از سر گارد از سر گارد حریف
البته این ضربات کار میکنیم عزیزا همش به یک غافلگیرانه کار میشه و چون که شما میفهمین که ضربات مش صدم ثانیه هزارم ثانیه هست، یعنی به این معنا نیست وقتی که ما تشریح میدیم گپ میزنیم کار میکنیم، به این معناست که در داخل فایت وقتی که دریفت داخل رنگ میخوای فایت بکنی وقت بازمو دو نفر میفهمن که گپ ما در چی جایگاهی است. اما حالا اگر ما بگیم بعض دوستا سکران خو میگن نه فکر نکنم عریف تو اجازه بده که کارا بکنی این رقم نیست، طبعا نمیده. حالا ما در حالت کار کردن هستیم چون میفهمیم دو نفر تکنیکه، اما داخل فایت دو نفر که ذهنی که دیگه خدا نمیتونه خوانده و نمیفهمن در اونجا نمیفهمه که چی گپ راه میده. کم کارش میکنیم ایزا میره آرام آرام از سر گارد کار میکنیم، گارد میگیریم از سر گارد داریم دست کاملا میپرتی ها. وقتی اگر مشکل میزنیم از سر دستش پیشتر من تشریح کردم. خوب است، عالی است. میریم دوستا سر ضرب پنجم و یا دفنس جاب. مدل پنجمش از ضربه جاب 5 دفنس جاب است یا که ضربه جاب 5 شکل دفاعی. شکل دفاعی چرا خام کار میشه عزیزا؟ عریف کردم شما کار میکنه، ما کاملا دولت دفاع هستیم، کاملا دولت دفاع هستیم. عریف هم کار میگیره، تصمیم گیری داره که سر ما چی بخواد کار کنه، در فکر طرحریزی حمله خود است. در همون حالتی که مثلا عریف دولت طرحریزی حمله هست و ما در حالت کاملا دفاعی هستیم، فقط همزمان یک ضربه میزنی کش میکنی خدا باز حالت دفاع باز عریف تو آماده میشه که میخوای سر یک چیزی کنه، یک ضربه کاملا از حالت دفاع یک ضربه تچ میکنی، ضربه پنجه میزنی جمع میکنی کاملا از حالت دفاعی و عریف در کاملا در بی‌فکری گیر میکنیم. چون عریف ما چون میبینه که ما در حالت دفاع هستیم، کاملا در حالت دفاع هستیم و عریف میخواد که سر ما طرحریزی بکنه، بخواد کار بکنه، در همین زمان است که ما همزمان ناگاهانه یک ضربه را میپرتیم و عریف خود فکرشان بر هم میزنیم و از حالت دفاع حمله فرار. اینطوری یک چیز بسیار سرعت کار میشه. میتونیم چند تا کارش کنیم در حالت دفاع باشیم، کار کنیم اجازه بدیم. کار میکنیم در همزمان دفاع یک ضربه دفاع یک ضربه کار میکنیم که خیلی جمع‌تر، مقبول‌تر و خوبتر اجرا میشه و بسیار با فکر و خیلی تیزتر. خوب عزیزا، شکل ششمش هم میگیم یا مدل ششمش هم میگیم که عبارت از بادی جاب است. بادی جاب ها دوستان میخواییم که در نام سر بادی است، یعنی در قسمت های بدن، یعنی صورت و پایین میخواد در قسمت بدن عریف، یا روی آبگاه یا روی شکم یا سر قبرها یا در قسمت سینه یا بغل های گرده و روی شکم، پس این به نام بادی جاب میگن. دوستان عزیز، ما یک چیز در فکر ما باشه، از زمانی که ما دولت گارد هستیم و رشجان دولت گارد هستیم، زیادتر از دوستایی که ما میبینیم وقتی که بادی پنج یا بادی جاب را میخواد بزنن، ببینین خود کم میشانن، ضربه را وقتی که میزنه خودش مستقیم قرار داده، صورت ما راستن به هدف حریف است و در اینجا حریف میدونه که ما را بسیار به راحتی، بسیار به خوبی دوباره از حمله مقبول و بسیار خطرناک حمله بزنه. اما دوستا وقتی که ما بادی شات را کار میکنیم، ببین وقتی بادی شات میزنیم گارد ما بسته میکنم و خود به یک سمت کش میکنم بادی شات. ببینید اگر به این شکل مستقیم زدیم پس اونمون گپ شد که پیشتر برتون گفتم وقتی ما میخوایم بزنیم که دست حریف کاملا بیرون بره. بادی شات را دوستا کار میکنیم، شکل دو بخش داره، دو حصه اساسی داره بادی شات ها. بدون از اینکه جاپا بدون از اینکه حالا ما بگیم سر نمره صحبت بکنیم، خود بادی جاپا دوستا یکی خود که ضربات که در قسمت بادی یعنی در قسمت بدن میخوره، بعض ورزشکارا بعض دوستای ما بسیار زیاد سرسری فکر میکنن برای در صورت نیست دیگه بادی شات ما توانایی داره مقدره. اما دوستا زمانی که ضربات در این قسمت ها میخوره، نفس ما زود گرفته میشه، نفس ما را میگیره، ما را بدن ما زود دم میکنه و اون ذخیره اکسیژن که داریم زود از دست میکنیم و ما پیشوری مقابل حریف خود زود از پای میفتیم، زود از نفس میفتیم. یک خرابیش و خرابی دیگهش گپ دیگهش که برای بادی جاب خوب است، حریف میبینیم گاردش خیلی بالا بسته است و نمیمونه، اجازه نمیده که ما در صورت کار کنیم. چی میکنیم زمانی که وقتی میایم به بادی جاب کار میکنیم، سر این بادی جاب را میزنیم، ناگزیر میشه چون ضربه است عزیزا. وقتی ضربه میخوره حریف مجبور میشه که گارد پایین بکنه. وقتی میایه که پایین دفاع بکنه، دفنس بکنه، بالا خالی میشه، ما میدونیم که ترکیب بده ضربه خود برای کجا قسمت صورت و گارد حریف پایین داریم. حالا که چی لگد کار کنیم دمو اسنا و چی که مشت بزنیم، در هر حالتش کدام گپ نیست. ان شاء الله که عزیزا خوشتان آمده باشه.
6 شکل یا 6 مدل که ما بسیار از دوستان که وقتی گفتیم میگن گرات یک نواز دیگه، اون یک گرات البته به اصطلاح بوکسرها میگن اون یک ضربه است، به یک شکل میخوره، یک کدام گپ سخن دیگه نداره. در صورت که دوستا 6 مدل کار میشه. مدل‌هاش ما براتون تشریح کردم، گفتم ان شاء الله که منتظر نظریاتتان هستیم. امیدوار هستم که خوشتون بیاد، برنامه ما را، چینل ما را ببینین و برنامه را تعقیب بکنین، سابسکرایب بکنین و همچنان زنگوله را بزنین تا اینکه بخیر دیگه برنامه جدید را که میپرتیم برای شما بیایه و شما دوستایی که در ورزش قدر بلدیت نداره بعضی گپای نو یاد بگیرن و دوستایی هم که بلد هستن هنوز خودتر اگر کدام چیز در مشکل در وجود ما میبینن در عرصه میتونن که بر ما نظریات خوب خدا بگذارن، قابل قدر از نظریاتشان و تا اینکه ما بتونیم خدا دیگه بهتر و خوبتر بسازیم و انشالله که به این شکل پیش بریم. دیگه برنامه ما به این شکل پیش میره. انشالله ما میتونیم دیگه دفعه بر روی یک سبمیشن کار کنیم، دیگه دفعه بر روی یک لگت کار کنیم و به این شکل پیش بریم انشالله. موفق و کامیاب باشین دوستا، انشالله که بخیر و تا برنامه بعدی. بدرود، خداوند شما را جور و صحتمند داشته باشه.